اگر تمام دنیا را میخواهی تهجد بخوان، اگر خوشبختی دنیا و آخرت را میخواهی تهجد بخوان، اگر میخواهی پیش الله متعال در روز قیامت سربلند باشی تهجد بخوان، اگر میخواهی در دنیا با مشکل روبرو نشوی تهجد بخوان. چرا که در حدیث قدسی هست الله متعال در سیوم شب میاد با آسمان دنیا میگه آیا بندی هست که از من چیز بخواهم ببرش بتم؟ آیا بندی من هست که گناهگار باشم من گناهش ببخشم؟ آیا بنده من مریض هست که مریضیش من دور بکنم؟ الله با آسمان دنیا میاد، او هم در سیوم حصه شب و این اوصاف اهل بهشت است. چقدر زیبا هست که ما شما تهجد بخوانیم. از الله متعال ایره خواهان باشیم و از الله متعال همیشه در دعاهای خود ایره بگوییم که ما باید تهجد بخوانیم. بعضی ها میگن دیگه من تهجد بیدار نمیشم، خیلی تلاش میکنم. نه، تلاش واقعی نمیکنی. اگر به نیت تهجد بخوابی بر رب العزت والجلال قسم از به تهجد بیدار میشی. ولی به نیت واقعی شب بخوابی سر بالین و نیت واقعی بکنی به تهجد بیدار شی، حتما بیدار میشی. ما براتون نمونه میتونم. فکر بکنین وقتی که شما بر فردا روز مثلا امروز چهارشنبه است، فردا پنجشنبه است، ما پنجشنبه یک سفر خیلی مهم دارم، ما باید 3 بر شب با سفر خود حرکت کنم. حتما نیم ساعت پیش از اون سفر خود تو بیدار میشی یا نمیشی؟ چون تو عزم و اراده مستحکم کردی و نیت قایم کردی، شب خوابیدی که من حتما باید 3 بجه بیدار شم، 3 بجه بیدار میشی. در قلب انسان یک زنگ وجود داره. توجیه هستیم؟ کنترلش به دست خود انسان است. وقتی بگه که فلان ساعت باید ما بیدار شم بیدار میشه. اگر متوجه شده باشین گهگاهی به نماز صبح قبل از اینکه تلفنتان زنگ بزنه به نماز صبح بیدار میشین. اگر واقعی نیت بکنین. باز فایده نیت کردن به تهجد خوابیدن چی است؟ اگر به تهجد بیدار هم نشدی گهگاهی مریضی برات پیشت، خداوند امو اجر و ثواب تهجد برات میده. لکن عزم و اراده خالص داشته باشین. باز ببینید که الله سبحانه و تعالی چقدر برای شما معجزه ها را، یعنی کل زندگیتون معجزه ساز میسازه. ما باور کنید یکی از دوستا بود برای من گفت، آمد پیش من گریان میکرد، میگفت من معجزه تهجد را دیدیم گریان میکنم. میگه 3 چیز از الله متعال میخواستم، 3 چیز میخواستم، در تهجدی را میخواستم. اول 5 سال شده بود که من اولاد نداشتم، فرزند نداشتم، خیلی دکترها را گشتم، بیخی ناامید شدم، اما سر به سجده زدم از الله متعال. در هر تهجد خود میگفتم خدای برای من ولد صالح بده، برای من الله متعال ولد صالح داد. سبحان الله، عجیب است. 2 از الله متعال تهجد میگفتم مرا حافظ قرآن بگردان، حافظ قرآن هم شدم، سنش خیلی زیاد بود. 3 از الله متعال خواستم که حج برم، حج هم رفتم. گریان میکرد. یعنی در تهجد هر چیز الله بخواید براتون میده. حتی ببینید یعنی نیت واقعی داشته باشین. یعنی هر مریضی که ببینید که مریضی بسیار خطرناک هم بوده باشه، پیش الله متعال آسان است. او ذاتی که اون مریضی را خلق میکنه، پیدا میکنه، و ذات قدرت کنترل و خنثی کردن اون مرض را هم داره، متوجه باشید.